سرخط خبرها. حمله انتقام جویانه مرگبار امارت اسلامی علیه پاکستان. در این حمله 25 سرباز پاکستانی کشته و زخمی شدند. د پاکستان فوزي رژیم یو پوسته فتح او 14 تنه عسکري هلاک او 11 تنه نور ټپیان شول. سایه جنگ کابل و اسلام آباد بر سر مهاجران افغان. سازمان ملل گفته که تشدید درگیری ها باعث آوارگی بیشتر شده است. از این طریق بالای امارت اسلامی افغانستان اهرم فشار مضاعف وارد نماید. رایگیری شورای امنیت برای تمدید ماموریت یونما. این شورا گفته امسال ماموریت یونما در افغانستان برای 3 ماه تمدید می شود و تلاش می کنند که وظیفه را برای اداره ملل متحد بسپارند. و ادامه تهدید واشنگتن و پاسخ تهران. ترامپ حملات بسیار شدید انجام می دهیم، قالیباف پشیمان خواهد شد. ایران اکنون هیچ تمایز بین اسرائیل و امریکا قائل نیست. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر آفاق با من عایشه نیازی خوش آمدید. امروز شنبه 23 مهر 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 14 مارس 2026 میلادی. مشروع خبرها. پس از حملات هوایی پاکستان بر کابل و چندین ولایت دیگر، وزارت دفاع امارت اسلامی در پاسخ به این حملات بر یک پایگاه نظامی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند حمله تلافی جویانه انجام داده است. وزارت دفاع گفته که در این حمله 14 سرباز پاکستانی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش از نستر نمیری. ادامه تبادل آتش میان کابل و اسلام آباد. پس از حملات جمعه شب پاکستان بر کابل و چند ولایت افغانستان، وزارت دفاع امارت اسلامی اعلام کرد که نیروهای دفاعی کشور در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت‌های کنر و ننگرهار یک پاسگاه نظامی پاکستان را تصرف کردند. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که در این رویداد 14 سرباز پاکستانی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. پیشتر نیز وزارت دفاع از حمله پهپادی به یک تأسیسات نظامی پاکستان به نام حمزه در منطقه فیض‌آباد اسلام آباد خبر داده بود که در پی آن خسارات وارد شده است. تیرو سلیر ساعتونو کې د پاکستان فوزي رژیم د جنایتونو په خبرون کې د ختیځ زون کونړ او ننګرهار ولایتونو اړوند د ډیورن کرخي په اوږدو کې د افغان سرحدي او دفاعي ځواکونو لوري د پاکستان فوزي رژیم یو پوسته فتح او 14 تنه عسکري هلاک او 11 تنه نور ټپیان شول. همدارنګه یو زریدار ټانګ او یو انټرنیشنل موټر هم په بشپړ ډول تخریب او لمنځه تللی دي. در حال که حملات متقابل میان کابل و اسلام آباد ادامه دارد، چین بار دیگر بر تلاش برای کاهش تنش‌ها تاکید کرده است. وزیر خارجه کشور در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی بر حمایت بیجینگ از گفتگو میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد. همزمان نماینده ویژه چین در امور افغانستان نیز در دیدار با آمنه بلوچ معاون وزارت خارجه پاکستان و محمد صادق نماینده ویژه اسلام آباد در امور افغانستان خواستار جلوگیری از تجدید درگیری‌ها و بازگشت و مذاکرات شد. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لوري د افغانستان پر ملي حاکمیت د وروستیو تیریو په اړه د اسلامي امارت موقف هم شریک کړ او څرګنده کړ چې افغانستان د خپل ولس او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع مشروع حق بولي. وانګي همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وضعیت په اړه وویل چې پوځي اقدامات د ستونزو د حل لاره نه ده او له دې سره د کړکېچ سطح نور هم لوړیږي. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان نیز حملات هوایی اخیر پاکستان را محکوم کرده و خواستار کاهش فوری تنش‌ها و حرکت به سوی مذاکرات شده است. او هشدار داده که در غیر این صورت احتمال دارد افغان‌ها پاسخ دهند که میتواند به تشدید درگیری‌ها منجر شود. پاکستان یک کشور نیست. پاکستان یک پروژه است. هم کشورهایی که پاکستان در این منطقه ایجاد کرده، اونا در این منطقه اهداف سیاسی دارند. و اینمی کشورها افغانستان را در جهان در بحرانی ترین نقطه تاریخی قرار داده.
گفتنی است که پاکستان با نقض دوباره حریم هوایی افغانستان جمعه شب چندین منطقه در کابل، کندهار، پکتیا و پکتیکا را بمباران کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اعلام کرده که در پی حمله هوایی پاکستان بر منطقه پل چرخی کابل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 14 تن دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. در همین حال ادامه درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد بر وضعیت مهاجران افغان سایه افکنده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که با افزایش خشونت‌ها و جنگ بیش از 4.1 میلیون نفر در افغانستان، ایران، لبنان و پاکستان به جا شدند. گزارش از اناهیتا اندر. موضوع مهاجران افغان همچنان یکی از مباحث مهم در منطقه به شمار می رود، اما در ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد نگرانی‌ها پیرامون وضعیت آنان را افزایش داده است. استفان دوچاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به نقل از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که با افزایش خشونت‌ها و جنگ بیش از 4.1 میلیون نفر در افغانستان، ایران، لبنان و پاکستان به جا شدند. با گفته او حدود 117,000 نفر دیگر نیز مجبور شدند برای یافتن پناه و امنیت به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده از آغاز تشدید درگیری‌ها بیش از 4.1 میلیون نفر در افغانستان، ایران، لبنان و پاکستان در داخل کشورهای خود به جا شدند. همچنین حدود 117,000 نفر دیگر برای یافتن امنیت به کشورهای دیگر پناه بردند. با این حال شورای پناهندگان نروژ اعلام کرده است که تشدید درگیری‌ها در امتداد خط فرضی میان افغانستان و پاکستان پیامدهای جدی انسانی برای غیر نظامیان را در شرق افغانستان داشته است. بر اساس این گزارش از 26 فبروری تا کنون 115,000 نفر آواره شدند و در 8 روز نخست درگیری‌ها دست کم 56 غیر نظامی جان باخته و 129 نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد همچنان گفته که در جریان این درگیری‌ها 826 خانه آسیب دیده یا به گونه کامل تخریب شده است. مهاجران معمولاً از آسیب پذیرترین گروه‌هایی هستند که در زمان بحران بیش از دیگران با مشکلاتی روبرو می‌شوند که مهمترین تاثیر این تنش‌ها در وضعیت اقتصادی و کار مهاجران دیده می‌شود که زیرا بسیاری از آنها در کارهای ساده و غیر رسمی مشغول هستند. پاکستان برخلاف قوانین و کاروانسرای‌های بین المللی از مهاجرین افغان استفاده ابزاری میکنند و کوشش دارند از این طریق بالای امارت اسلامی افغانستان اهرم فشار مضاعف وارد نماید. پیش از این سازمان ملل متحد آمار داده بود که با افزایش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد بیش از 160,000 افغان تا کنون به کشور بازگشتند و در صورت بازگشایی گذرگاه ترک هم این بازگشت‌ها میتواند به شدت افزایش یابد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه هفته روان درباره پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان رایگیری می‌کند. شورای امنیت گفته که امسال ماموریت یونما برای 3 ماه تمدید خواهد شد. باز هم گزارش از نسترن امیری. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که قرار است روز دوشنبه 16 مارس درباره پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان رایگیری کند. بر اساس این طرح در صورت تصویب فعالیت یونما تا 17 جون 2026 برای 3 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. کوتاه‌ترین زمان برای انجام وظیفه خود تعیین کردند که در این 2 هدف نهفته می باشه. یکی که یونما مطمئن شده که وظایفی را که در جغرافی افغانستان پیش میبره اثرات مثبت نداره و تلاش میکنن که وظیفه را برای اداره ملل متحد بسپاره و یا ای است که افغانستان از وضعیت نظامی بیرون مبرد. بر اساس گزارش شورای امنیت، گفتگوها درباره متن قطعنامه امسال با اختلاف نظر میان اعضای این نهاد همراه بوده است. ایالات متحده پیشنهاد تمدید 3 ماه را مطرح کرده و گفته است که این زمان به این شورا فرصت می‌دهد تا پیش از تصمیم درباره تمدید طولانی‌تر عملکرد و هزینه‌های مأموریت یونما در افغانستان را بررسی کند. امریکا می‌خواهد که بالاخره حکومت افغانستان را زیر فشار بگیره که گردن خود به خاطر دادن پایگاه باگرام خم بکنه.
فکر میکنیم این موضوع به حد ساده نیست. افغانا نمیخواه که دوباره به هر نوعی که باشه مملکتشان اشغال باشه. با توجه به مخالفت امریکا با تمدید 1 ساله ماموریت یوناما و تاکید آن بر تمدید 3 ماهه برای بازبینی ماموریت، این موضوع چه پیامدهایی میتواند برای آینده حضور سازمان ملل و نقش یوناما در افغانستان داشته باشد؟ این موضوع امریکا بخشی از استراتژی مشروط سازی است که امارت اسلامی افغانستان را به تغییرات وادار بکند، اما ریسک آن افزایش بی‌ثباتی در افغانستان است. واضح است که فرصت‌ها برای بازنگری مثبت یا منفی را از بین میبرد و بازبینی میتواند یوناما را کارآمدتر بکند و یا هم به صورت کلی از بین ببرد، اما در بدترین حالت ممکن است که به کاهش یا حتی پایان ماموریت هم منجر شود. گفتنی است که پس از پایان ماموریت رسوا آتنبایوا، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در سپتامبر 2025 این سمت همچنان خالی مانده است. پیشتر جورجت گانیون سرپرست یوناما خواستار تمدید 1 ساله ماموریتی نهاد شده بود. و در خارج از کشور در 15مین روز رویارویی سنگین ایران و امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که هفته روان حملات بسیار شدید علیه ایران انجام خواهد شد. در مقابل رئیس مجلس ایران میگوید تا زمانی که امریکا و اسرائیل پشیمان نشوند جنگ ادامه خواهد یافت. گزارش از حضرت محمدی بیغش. بیش از 2 هفته از رویارویی سنگین نظامی میان امریکا و ایران می‌گذرد. جنگی که با گذشت هر روز ابعاد آن گسترده و وسیع‌تر می‌شود. این جنگ که زندگی میلیون‌ها نفر را مختل کرده و بازارهای انرژی و مالی را آشفته، وارد هفته سوم خود شده است. در 15مین روز درگیری ترامپ ادعا کرده که یکی از قدرتمندترین حملات هوایی تاریخ خاورمیانه را به اجرا گذاشته و تمامی اهداف نظامی در جزیره خارگ را به طور کامل منهدم کرده است. در مقابل سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران در پستی در اکس گفته که در 48 ساعت گذشته نرخ اصابت موشک‌های ایران به اهداف آمریکایی و اسرائیلی 2 برابر شده است. او نوشته که آغوش آسمان برای موشک‌های غول‌پیکر ایرانی گشوده شده و تنبیه متجاوزان ادامه دارد. با این همه رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز تهدید کرد که هفته روان حملات بسیار شدید علیه ایران انجام خواهد شد. هفته روان با قدرت شدید به ایران ضربات وارد خواهیم کرد. امریکا در صورت لزوم عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را اسکورت خواهد کرد. امیدوارم تلاش نظامی به رهبری ایالات متحده به خوبی پیش برود. در مقابل محمد باقر قالباف رئیس مجلس ایران میگوید تا زمانی که امریکا و اسرائیل پشیمان نشوند جنگ ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فریب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را خورده و هنوز هم تحت تاثیر او عمل می کند. ایران اکنون هیچ تمایز بین اسرائیل و امریکا قائل نیست. تا زمانی که امریکا و اسرائیل پشیمان نشوند جنگ ادامه خواهد یافت. پس از حملات موشکی اخیر ایران، بحث‌های درباره وضعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. جورج گالوی سیاستمدار بریتانیایی با اشاره به ویدیویی که از سخنرانی نتانیاهو منتشر شده پرسیده است چرا اسرائیل ویدیویی را منتشر کرده که به گفته برخی کاربران نشانه‌هایی از استفاده از هوش مصنوعی در آن دیده می‌شود، از جمله تصویری که در آن ظاهراً 6 انگشت در دست نتانیاهو دیده می‌شود. خود به مزاح تیخون וגם מעבר לו. همچنین جنگ امریکا علیه ایران هزینه‌های سنگینی بر واشنگتن تحمیل کرده است. مک گاورن نماینده ایالات ماساچوست در کنگره امریکا در شبکه اجتماعی اکس از هزینه‌های جنگ با ایران انتقاد کرد. او اعلام کرد که ترامپ در کمتر از 2 هفته حدود 19 میلیارد دلار برای این جنگ هزینه کرده، رقمی که به گفته او 2 برابر بودجه سالانه امریکا برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی است. در اوج جنگ و تهدیدهای لفظی مقام‌های امریکا و ایران علیه یکدیگر، هنوز هم برخی از کشورها تلاش دارند تا این درگیری از طریق سیاسی حل شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود با هدف قرار گرفتن کشورهای خلیجی اردن و عراق توسط ایران ابراز مخالفت کرد و همزمان از آمادگی قاهره برای میانجیگری به منظور پایان دادن به تنش‌ها و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک در بحران جاری را مطرح نمود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.